دانش آموزان عزیز، بخش ششم از فصل اول معرفی اعداد گویا هستش. دقت کنید بچه ها، مجموعه اعداد گویا رو با حرف Q بزرگ انگلیسی نمایش میدن. اعداد گویا اعدادی هستند که بتونیم اونا رو به صورت کسری بنویسیم. پس کسرهایی هستند که صورت و مخرج اونها دو عدد صحیح باشه و مخرج اونها هیچ وقت صفر نباشه. به عبارت دیگه اگر آ و بیمون اعداد صحیح باشن و بیمون نامساوی صفر باشه، آبیوم یک عدد گویاست. دقت کنید بچه ها، آبیوم در صورتی گویاست که آ و بی صحیح باشن و بی نامساوی صفر باشه. به صورت کلی سه تا تعریف برای اعداد گویا داشتیم. حالا بریم با هم دیگه چند تا مثال ببینیم. -2 به روی 6، -7 به روی -6، -6 به روی -2 و -3 به روی -4. همه اعدادی گویا هستند. چرا؟ چون هم صورت و هم مخرج صحیح هستند و مخرج هیچ کدوم از اعدادمون صفر نیست. دقت کنید بچه ها، چرا نباید مخرجمون صفر باشه؟ چون در ریاضیات اگر کسری مخرجش صفر باشه تعریف نشده. پس یادتون باشه در ریاضیات کسری که مخرجش صفر باشه تعریف نشده هستش. بریم با هم نکاتی رو در رابطه با اعداد گویا بررسی کنیم. گفته شده هر عدد صحیح رو میتونیم به صورت یه عدد گویا بنویسیم. خب بچه ها، کافیه توی مخرج اعداد صحیحتون عدد 1 رو قرار بدین. پس میشه همه اعداد صحیح رو به صورت گویا نوشت. درسته؟ نکته دوم، گفته شده برخی عددهای رادیکالی گویا هستند ولی اونایی که جذر دقیق ندارن گویا نیستن. به عنوان مثال رادیکال 64 و رادیکال 25 که حاصلشون میشه مثبت و -8 و مثبت و -5 اعدادی گویا هستن. درسته؟ اما اعدادی مثل رادیکال 2 و رادیکال 7 گویا نیستن چون مقدار دقیقی ندارن و نمیتونیم اونا رو به صورت کسری بنویسیم. برای اینکه مطالب گفته شده در بخش رو به صورت کامل یاد بگیریم با هم یه مثال دیگه حل میکنیم. گفته شده جدول زیر را کامل کنید. توی جدولمون توی سطر اول یه سری اعداد به ما داده شده. از ما خواسته طبیعی، صحیح و گویا بودن اعداد رو در سطر اول مشخص کنیم. خب عدد اول منفی مثبت 4 که با ضرب علامت ها تبدیل میشه به مثبت 4. عددی طبیعی هست، صحیح هست و هر عدد صحیح گویا هم هست. عدد بعدیمون -6 دومه که با ساده سازی تبدیل میشه به -3. پس طبیعی نیست، صحیح هست، گویا هم هست. رادیکال 9 دارای دو قسمت مثبت و منفی بود. گفتیم اگر قسمت مثبتش رو در نظر بگیریم هم طبیعی هست، هم صحیحه و هم گویا. اما اگر قسمت منفی رو در نظر بگیریم طبیعی نیست اما صحیح هست و گویا هم هست. عدد بعدی -2/3 است. اعداد اعشاری نه طبیعی هستند و نه صحیح. درسته؟ اما میتونم به صورت گویا بنویسمش. میتونم بنویسم -23/10. عدد بعدی من عدد 0 هستش. درسته؟ عدد 0 عددی طبیعی نیست اما صحیح هست، گویا هم هست. میتونم به صورت 0/1 بنویسمش که مساوی میشه با 0. 3/5 عددی اعشاری هستش. طبیعی نیست، صحیح هم نیست اما گویا هست. چرا؟ چون هم صورت و مخرج صحیحه. -8 به روی -3 که حاصل میشه -8/3. نه طبیعیه نه صحیحه اما گویا هست. صورت و مخرجم صحیح هستن. عدد بعدی -4 به روی -2 هستش که حاصل برابر میشه با مثبت 2. کافیه علامت ها رو در هم ضرب کنید و 4 رو به 2 تقسیم کنید. درسته؟ پس
عددی طبیعی هست، صحیح هست، گویا هم هست. عدد بعدی ما عدد منفی 1 به روی 5 به توان 3 هستش. خب بچه ها این عدد در واقع برابر میشه با منفی 125. درسته؟ عددی طبیعی نیست، صحیح هم نیست، اما گویا هست. مقدار منفی 1 به روی 125 مقداری اعشاری بود، درسته؟ به خاطر این نه طبیعیه و نه صحیح، اما چون صورت و مخرجم اعداد صحیح هستن حتما گویا هستش. عدد بعدی 12 به روی منفی 4 هست، با ساده سازی تبدیل میشه به منفی 3. عددی طبیعی نیست اما عددی صحیح هست، در نتیجه گویا هم هست. به پایان بخش ششم از فصل اول رسیدیم. امیدوارم که تمامی مطالب گفته شده در این فصل رو یاد گرفته باشیم. باز هم تأکید میکنم تمرینات کتاب درسی مرتبط با بخش ششم رو حتما حل کنید تا آموخته هاتون تثبیت بشه و فراموشتون نشه. موفق باشید.